باور نکردنیه. بریم بخریمش. خریدم. طبق ادعای تبلیغاتش این همه چیو میبره، دنده هاش هم آسیب نمیبینه. ویدیو رو لایک کن، بریم ببینیم مثل تبلیغاتشه یا نه. بیاین روی اینا تست کنیم. خب دیدین که از 4 تا مورد 3 تاشو شکوند، ولی این اغراق‌آمیزه چون زور خیلی زیادی میخواد برای شکستن این. پس این الکیه. در مورد دنده هاش میبینید که دنده هاش هم سالمه و نشکسته، فقط رنگش پریده. دیدین که تا 90% مثل تبلیغاتشه و چیز خوبیه. اگه نمیخوای سرت کلاه بره منو فالو کن، میخرم و بهت نشون میدم.